شکر خدا. خب ترد کو بیا پولار چند کار کردیم رو. خب تو میگم پس تو بدی خود خدا فرو نگیر دوباره تو هم میرسه. ترد کو بیا چند کار کردی؟ 300. 300 خب دیگه چندی؟ خجالت نمیکشی تو؟ آخه همه چه میگن؟ رازق و چی دوست اومد؟ به ایران رفت سر نشد رد مرز شد از بیم استاد بدیم و دست به پیر خود بدادن تو بیادید خودی دیمیتر قد خود دلن کرده 300 به دست نمیدید بدل من تا گوش تو با به طرف وانار هم مفت نگاه میکنه خجالت بکش خیلی وانار تو بدادی برم نه بودومم بده بیا مردم به چه کلون میکنم من به چه کلون کردم چی شاعر فکر تو بفرمایید راحت باشین نه بابا 400 از من باشه خب نرتر بوق این 400 و سر قبر ببوتو بگذارم 400 آخر کم باور کنیم بابا جان کار کسیبی نیه کاسه چیزی نمیخره چرخ 2 روز جمعون جنسای بیاردون گریشته همیته تایو کاسه نمیخره که چلو آخه با چی بگم بریادی من دوستمان دیده که همین گهری داره خودم رو دیگه داره 200 کار میکنه گاهی وقتا هم بیشتر هر روز سعی میکنه کسی پوله تو به همه تو چرخ جرل بله نمیتونی که روز 2000 کار کنی 400 به دست پیر خود میدی تو باید خجالت بکشی تو باید خوب بکشی او که چرخ داره بابا جون کار نمیکنه گدایی میکنه مردم برای خیلی میارن میدم میگه البته آدم فقیره خبر نداره که آدم پول داره من کچلو میکنم خفه شو گدایی از ننگ داره برکاتی هم داره تو باید بری گدایی کنی نه که جگاه بیاده بری با 400 چی میشه تو 1000 بره مدی تا شما همینجا آگه میگشم گم بده برای خدا شرم آیا ندارم ایده من میفهم که شما پولا رو بزیر میزنیم پیار شما میگرم این پولا رو فهمیدین یاد شما باشه با کجا ما این بزیر بزنیم آنه بابا جو این دست مالی که پوست خوب پاک میکنم کوکه فکر کرده من نمیفهم خب من میفهم که تو همین آدمی که من که کتاب بیرو کرد بفهم که یک چیزی داره تو قایم میکنی اونا پیدا میکنم تو غم نخور بیتا شده طور بدم دستگاه دروخته انجمی دومتلی خب چرا تو کلی خودی تا اندختی بابا داد که بیای پولار اون از من بعضا بیا آوردم پول بعضا نیا آوردم امی از 10 ساعته بگیریم یعنی شما بریم خب یک قبر بکنیم 2 نفری بهم تا اقرار که دیگه خود بدیر کنیم یک چرخ خیاطی خوار شما 11 ساعت تو من فکر کردی من بوزیم نه خدا نکنه چرا آخه اینا که یاد تو گفتی 11 ساعت با 1 دور به دست میدی سوا میگی 900 500 با دست میدی نه امی 100 روپیه لازم داشتم بگوشی خو کارت انداختم چه لازمی داری؟ و کی زنگ میداره که تو کارت میدادی؟ یعنی هم 100 روپیه هم حق ندارم بگوشی خو کارت بندازم خب زنگ میزنم مشتری ها خود بیان پولا خود بیارن دیگه تا گم شو یک دروغگوی یک دروغ پرغازی خاله بابا طلب کنه داریم دیگه طلب ندارم تو تامیت نرتر بوغ کردم جگر رو بکن همون در شیر خشکی که تو خوردی عمال پولا حساب کنم 2 نسل دیگه هم که به دنیا بیا میگه قرضام رو بدی طلب کنه داری پول دیر فیکو خب نیه کاروبار نیه دیگه ما چیکار کنیم هی مردم هم کاروبار دارم من تو بولاخ که میرسه کاروبار نیه خدا مردم شانس داده آدم همین تفلک حداقل 100 رو مصرف کرده دیر فیکو 5 متر شونهای برداره برفته بریم 400 آورده یه شیر سوختر فیکو تو چی هم یارده
یعنی امرو کلان چند کاتب شدم 1000 11 12 13 14 15 16 17 تا 300 دیگر تاشون وقت داریم که بیاریم ما فهمیدیم ما دیگه کار ندارم باید 2000 پر شه مگر بریم سر راه بگیریم دیگه مونو برار من کمر رار میگیری گردن رار میگیری هر جور میگیریم بریم بیاریم فهمیدی خب تو چرا اون سری خرج کردی حالا 2 ساعت دیگه ما گرمی آوردیم تو اجازه خود قبضیه 100 تومن ما تو تومت بزن و تنه بدنه ما اعتماد هم نمیشه یا کار دیگه کجا شد آنی تو پولا دیروز چی کار کردی فکر کردی من یاد نمیره دشمر تا صبح خبر نبرد به درد کو بیای پولا دیروز با جون سودا نکردم کلا 100 روپیه سودا کرده بودم کونار هم دیروز کم کرایه خود دادم برفتم بیادم کم دگم چاش نون خوردم تو چه مرگه خورده که 100 روپیه نون خوردی کرایه مثل چی کار خودم پار بوده بود کم تو شنگل کرده را بری به تا موترش دور میشه بریم خب از 100 روپیه آخر کم تن تعصب داشتم چی مرگه میکردی که 100 روپیه کار کردی من نکن 1000 پول دیروستونه فقط نشه بامیایی که مادر تو پخته کرده 2.5 ساعت شده خب همونا ما آورده بودم رو چرخ مونده بود اگه بیاوردم تو خراب نشه بود در رزوان که تا 100 باشغال بریزم تو اینجا بیارم بخوری اونا که تو فکر کردی افزا بری تو آماده بالا اونا پول رفته خوب من پول داده بودم شما تو چه که پول دادی پولا پره رسته بود رو از اونا کپا مفت میزنه بریم نه بیشتم آب میوه به جون میبشینه مال اقام 300 اشتخاشون خب بابا و زور که نمیشه که تفلکا بفروشم همینا که تا حالا شوم جون میکنم جگر نکندیه هرچه که بفروشم دیگه همون چیزو چاری میارم برای شما میدم با تو دور فشاری کردی آخر اینا کار میکنم هم یک سر بلدم گپ بزنم نشد یک دفعه بگیم بشو یک دفعه بیایم بگیم 20,000 سودا کردم همین هر روز میایم بگیم کم شد اما یک روز اشتانی که همیشه کم میشه یک روزی که بعد خالی هم بشه دیگه این برانات جدید تا خیر از هم سوا کرده نمیتونه دل من تره به دست نمه تریشه چی کاره؟ من میکنیم با نه کنه با پول ترجیبی هم ماییم نه بابا یک گپ دیگه بود ماستون بگم به شما نمیشه نه هیچ بگو وای خود تو بگو دیگه ناله کن تو شرطه که باید قول مقول نکن بابا قال مقال نکنم مقال میکنم یعنی فکر میکنم میتونم لوچاکیم مقال کیم نه، چه وقت مقال میکنم ها همین وقت قال مادام آرمی به جا خوشش نمیدم قال مقال نکن که قال مقال کرده میخونه بگیم یک گپ ماستون بگم بابا جو ناله کن دیگر بابا جو گفتم حال به خدا این مردم برای ما گپ شدم خیلی به سر ما گپ میزنم حال ما واجه که خیره گپی نیه ما خوردیم هنوز کلون نشدیم ما 30 سال 32 سال سن نمانه گپی نیه ولی خواهیم برای ما عمر که هسته بابا جو 45 سال سن نشده خب مردم میگم امیر نامزاد دار کنیم پیر شده دیگه کس باور کنیم تنو خرخ به دست نمیده چی برسه که زن برجو بدم همون نامزاد دار کنیم ما که هنوز خوردیم چی از 30 سال 32 سال سن نمانه خوب پس یک جایی تصمیم گرفتیم زن هم مایی نه ما نماییم این برای ما عمر رو بدیم خب شما 2 نفر یا شما 3 نفر به کدی درآمد آقیت فکر کردیم ها اشتا فکر کردیم که شما زن مایی اصلا شما زن مایی چی کار شما که حتی خود خور نمیشه زن گرفتن به درد نمیخوره ببین اگه زن نداشته باشیم خیلی به نفع شماله باور میکنیم اگه زن نداشته باشیم دیگه وقت احتیاج و محتاج بچه ها خونیم که هر روز مثل ما جنجال داشته باشیم 100 روپیه بدی 200 بدی 500 بدی تو که یک نفر فرار میکنه خونه میره او دیگه روی نشد که بیاد دیگه بابا جو یاد میگیریم به سر پا خو استاد شیم از خود مایه بگذاریم مثل ما بدبخت نشیم معنی هر روزی که تو 10 ساله شدی تو هم تو 15 ساله او هم 12 13 ساله بود میفهمیم تا حالا چیکاره تا حالا من نتونستم یک کاری انجام بدم فقط در منتظر بودم که شما رو حل کدو کار نکنم
همه کار میکردیم میاردیم، تمام همین سختی حساب کتابا و پول گرفتن به جمع بود. کل کمر شما رک شد بابا جو، از بس حساب کتاب گرفتیم بمردیم. ما خود شما میگه 10 سالگی ما رفتیم سعی کنیم این مال 33 سال سن از اینه. کی میگه 33 ساله جوان 33 ساله به او رفته مسلمون زحمت این چی نه شما که کمی غیرت نداشتیم، حالا مگر آرگا و بارگا میداشتیم. میرید دلینگ کرده خود 3 ساعت میایم ای زنم متوجه هیچ مرد شرطر دست میگم خود شما 3 بار ازدواج کردین 3 تا زن گرفتیم بچه خودم به چاشم تا جوان بمونه. به من نمود میداد وقتی میریم گمشیم اخی عجلت شما برو زنم مویا چیکاره راست میگه فرید دیگه. راست چه میگه اخی من عجلت شما میتون راست گفته وقتی زمین اینجا بریم اخی تو هم برو دیگه چی پس خور میخوری اخی روی ارفیکو برو بینه چشی بالا اگه لقمه نونه بابا بده میره 15 روپیه پول شده 5 روپیه نونه اینا 10 روپیه برو اخی برو بینه تا شما از هر جا میاریم 300 دیگرم پوده کنین که 2000 شه بفرمایید تحریم نخ کنین پیش مشیده چیکاره برو بخونه خب فکر کن مشتری ها خود زنگ بزن پول خیاطیار بیارم 3 روز من میراث هم اینا خواب هستم کاش که خدا میداده 4 تا به چوب عقل دیگه هم میداشتم میلیاردر میشد. طرف بیل زده پشتک میشه 2 ساعت بگیری نمیه 17 ساعت عمالی باز نمیامد حساب من خرابه